این یه ولاگ نیست. Hi everyone, من دانا هستم و به کانال یوتیوب خودتون خیلی خوش اومدید. امروز میخواستم برم آفتابگیری کنم و در نظر داشتم، بهتره بگم که در نظر داشتم که برم آفتابگیری کنم. در نظر داشتم که برم دریا شنا کنم و اینا، ولی خب از you can see همینطور که میبینید هوا آفتابی نیست، هوا ابری و بارونیه و آفتابگیری کنسل شد. گفتم که هوام که قشنگه یه ویدیوشو بگیرم حداقل. تابستون داره تموم میشه، سامز about to end و حداقل کسایی که توی آفتابگیری و اینا، من خودم تا این تجربیات رو به دست بیارم یکم طول کشید. گفتم چرا تجربیات خودم رو به اشتراک نذارم، من همچین ویدیویی نذارم، حالا که نمیتونم آفتابگیری کنم ویدیوش ادیت میکنم. و اومدم چیزایی که خودم و تجربیاتی که در مورد آفتابگیری دارم رو به اشتراک بذارم اینجا و چیزایی که به همراه دارم رو هم نشون بدم. اولش اینکه وقتی میخوام آفتابگیری کنین، حالا توی ایران یا خارج از ایران، سعی کنین که موزیک رو همراه خودتون داشته باشه وگرنه قراره حوصلتون سر بره. حالا هندزفری، MP3 پلیر یا جایی که میرین موزیکشو بگین که از قبل موزیک داشته باشه، یعنی که خودتون داشته باشین. و اگه داخل ایران هستین و ساحلی جایی میرین، کتابی چیزی همراه داشته باشین. اگه گوشی ممنوعه یا نمیتونین همراه خودتون داشته باشین. بریم سراغ چیزای اصلی کاری دیگه. اینکه اگه پوست حساسی داری همراه خودت بذار چیزایی که دارم نشون بدم اول. خب من چیزایی که خودم همراهم دارم اینا رو بیخیال بشین. لباسای بعد شنا، حوله باید داشته باشی، کتاب و آبی که بدنت هیدراته کنه. آبو حتما باید فراوون بیاری. الان من آبم خیلی کم بود، از اینجا اومدم بخرم. و عینک شنا و اینا رو هم بیخیال شین، خیلی بی‌صبرانه منتظر نشون دادن شم. کرم برنز کننده، اوپسی، میوه، چیزی که باید همراه خودت داشته باشی به مقدار کافی میوه، یه دونه کمه، به مقدار کافی آب سرد که هر چند ساعت یک بار برداری به خودت بخوری، یعنی بزرگش هم باید داشته باشی، حداقل 2 تا ظرف آب بزرگ. و اینکه اگه پوست حساسی داری، به نظرم من قبل از اینکه بیای بیرون حتی داخل اتاقت، اسپری ضد آفتاب یا اینکه کرم ضد آفتاب همراه خودت داشته باش، بزن و همراه خودت داشته باش که هر چند ساعت یک بار تکرارش کنی. اگر که دوش گرفتی و یا صورتت شستی، دوباره باید بشوری. و اینکه اگر که آفتاب سوختگی داشته باشی، کرم آلوورا هر طوری باشه، حتی خود آلوورا هم عالیه برای آفتاب سوختگی و اینا، برای بی‌آبی پوست. و اینکه چیزایی که برای برنز کننده هستن، حالا میتونه روغن باشه، این روغن باشه، روغن بچه، یا حتی چیزای آماده، یا میتونی خودت آماده کنی. دارک تنینگ چیزی که من دارم اینا هستن فعلا. اینو میزنی به پوستت برای آفتابگیری، برای برنز شدن. ولی اگه نمیخوای که برنز شی، حتما ضد آفتاب بزن. اینم اسپریش هستش اگر که مثل من نمیتونی تحمل کنی اون چرب و چیلی بودن رو اینا رو. میوه خنک، یخ. حتی امروز هوا آفتابی نبود، برای همین من فرصت نشد. اینا چیزای سمبولیک هستن که دیگه آوردم پایین که نشون بدم. یعنی اصل کاریا رو گذاشتم اتاق، میوه ها رو اینا رو، خوردنی، خوراکی، آب یخ، آب خنک و حوله. اینا چیزایی بودن که من آورده بودم به همراه خودم. کش سر اگر که نمیخوای موهات چرب بشه، به نظر من چیزی که لازمه. خلاصش همینا هستن. خب برای آفتابگیری اولش اینه که بدنتو هی باید هیدراته کنی. حالا چه آب اسپری کنی، بعد اسپری برنز اگه میخوای که زودتر برنز کنی، باید اسپری آب هم همراه خودت داشته باشی. اگر که پوست حساسی داری، ضد آفتاب رو حتما بزن. و ناحیه هایی که پوستت خیلی نازک‌تره، مثل آرنج و زانو و یا جاهایی که بیشتر در معرض نور هستن، آستین و اینا رو میتونی با حوله بپوشونی، یا اینکه ضد آفتاب بزنی، یا کلاه آفتابی که من بازم همراه خودم نیاوردم. اینکه چیز دیگه که هست در مورد آفتابگیری، هر چند دقیقه یک بار باید بچرخی، مستقیم زیر نور آفتاب نباشی،
حتما بدنت رو هیدراته کن، حتما هر چند دقیقه یک بار آب بخور، وگرنه کلمش رو پیدا نمی‌کنم، ولی زیر آفتاب میمیری دیگه. آفتاب مستقیم بزنه به کلت میسوزه، داغ میکنه. پس بنابراین علیرغم اینکه از بیرون هیدراته میکنی، آب میپاشی به بدنت که اون چیز باشه برنز کنی، اگه پوست حساسی داری که کلا به نظر من بهتره که مراعات کنی، بیشتر از 40 دقیقه حتی زیر آفتاب نمونی. ولی اگر که قصدت آفتاب گیریه، اینو بدون که میسوزی اولش. اگر که اولین بارته، مطمئن باش که میسوزی و اون درد رو حس میکنی و بعد اون درد این آلوورا به دردت میخوره. و برای برنز شدنم محصولات خیلی زیادی هستن که این کرمش بود من خریدم، اسپرش هستش و اسپری هست، حتی با روغن بچه هم میتونی اسپری کنی اگر که خیلی معطل موندی و چیزی همراه نداشتی. و اینکه بچرخی زودتر، اگه با دوستات بری بیشتر خوش میگذره بهت دیگه. باید هر 15 دقیقه یک بار برگردی، هر طرفت رو زیر آفتاب کنی، یعنی اینکه مایل به چپ، به راست، به پشت، روی شکم، هر طوری که میدونی که آفتاب پخش میشه به بدنت و نباید اینطوری باشه که یک طرفت بسوزه و یک طرف دیگه سفید بمونه. میدونی این خیلی یکم خنده دار میشه. فکر کنم در همین حد باشه دیگه. اگه داخل ایران هستی و قراره که بری ساحل و گوشی ممنوعه و MP3 پلیر نداری یا اونجا نمیدونی که موزیک قراره پخش بشه یا نه، توصیه من بهت اینه که حتما یه کتاب با خودت ببر. و من پایه ندارم دیگه، مسافرت اومدم پایه همراه خودم نیاوردم و گفتم ویدیو رو یهویی بگیرم. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه هم بودی. امیدوارم که تابستونت خوب گذشته باشه. یکم شاید دیر شده باشه این ویدیو برای آفتابگیری، آخرای تابستون هستیم ولی ماهی هر موقع از آب بگیری تازه است. پس اگر که خیلی دلت میخواد آفتابگیری کنی ولی هنوز فرصت نکردی، به نظر من به یه بار امتحانش میاد. حداقل اون سوختگی رو به دست میاری و بعدش میگی اوکی دیگه توی دلت نمونده. یعنی خب برنز، بعضیا پوست سفید دوست دارن، بعضی پوست برنز دوست دارن و اگه از جمله اون کسایی باشی که پوست برنز دوست داره ولی فرصت نکرده یا نمیدونسته، جرئت نکرده، اینا به نظر من یه بار امتحان رو بکن. حداقل آفتابگیری هم نکنی، دراز کشیدن زیر آفتاب هم یه لذت دیگه ای داره. اگه این ویدیو رو نگاه میکنی یا میخوای آفتابگیری کنی یا آفتابگیری کردی یا سوختی که میخوای ببینی که مشکل کجا بوده، بعد بگم که طبیعی آفتابگیری کردن میسوزی، یا هم اینکه در نظر داری که آفتابگیری کنی قبل از اینکه این کار رو انجام بدی داری تحقیقاتش رو انجام میدی. هر چیزی که هست امیدوارم که تابستون خیلی خوبی داشته باشی و مرسی که تا اینجا ویدیو همراه هم بودی. امیدوارم که تابستون خیلی خوبی داشته باشی. خلاصش که در همین حد مواظب خودتون باشید و امیدوارم که تابستون امسالتون یا تابستون پیش روتون خیلی خوب باشه و سلامتی پوست خیلی بهتر از قشنگی. یعنی یه پوست سالم، اینم فراموش نکنین که یه پوست سالم، یه موی سالم، پوست و موی سالم همیشه خیلی جذاب تره. یعنی اگر که بیماری پوستی، مشکل پوستی داری و آفتاب برات ضرر داره، صرفا به خاطر اینکه پوست برنز دوست داری نرو زیر آفتاب، چون ممکنه بعداً مشکل خیلی بزرگتری برات پیش بیاد. و همین فعلا